از روسیه قریب هر روز درباره بازداشت مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله مهاجران توجک با اتهامهای سنگین بداخلاقی جنسی یا تجاوز به ناموس خبرها به دست میرسند. سرخط خبرهای رسانه‌های روسیه مولامول سرلوحه‌های بد وایمه به مثل مهاجر کمپیر 76 ساله را تجاوز کرده است. مهاجر به ناموس دختراندر 12 ساله از زن روسش رسیده است میباشند. یا این سرلوحه همین چند روز پیش مهاجر در داخل هواپیمای سورگوت پتربورگ نسبت به یک دخترچه 9 ساله بداخلاقی کرده است و هر دفعه برابر در مطبوعات پیدا شدن چنین سرلوحه‌های بد وایمه سردار کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با بدبینی قریب دیوانه‌وار نسبت به مهاجران نام برآورده است تفتیش چنین پرونده ها را زیر نظارت خود میگیرد. در مورد خبری گویا یک دختر 15 ساله در سورگوت قصد دست درازی کردن یک راننده تاکسی از تاجیکستان نیز چنین شد. روز 7 نوامبر سال 2023 یک کانال ملتگرایان در شبکه تلگرام به نام روسکای اوپشن ازوف ادعا کرد که تاکسیران تاجیک نسبت به دخترچه روس چنین بدرفتاری کرده است و باستریکین بلافاصله این پرونده را هم زیر نظارت خود گرفت. سردار کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که از این حادثه خبر یافته به ریاست تفتیشات منطقه امر داد که این حادثه را بسنجند. سردار ریاست تفتیشات منطقه یوگرا میخائیل موشکین باید به باستریکین درباره نتیجه های تحقیق حساب دهد. گفته می شود در اطلاعیه رسمی کانال ملتگرایان ادعا دارد که گویا هنوز در پایان ماه ایول سال 2023 یک مهاجر از تاجیکستان که در سورگوت تاکسیرانی میکند با دخترچه نابالغ هر گونه صحبت‌ها کرده دستی او را بوسیده است. دختر خودش را خلاص کرده گریخته است. چنین نقل کرده است جریان قضیه را کانال روسکای اوپشن ازوف. بنا به اطلاع این کانال دختر صحبت‌های راننده تاکسی را در تلفنش ثبت کرده به پدر و مادر خود فرستاده است و وقتی راننده دختر را تا جای گفتش آورد روی او را در آنجا پدر و مادر دختر الکی میپویدند و پلیس را دعوت کردند و راننده را به دست مقام سپردند. کانال ملتگرایان ویدیو را نیز نشر کرد که پدر دختر ثبت کرده است. در این ثبت دختر ادعا میکند که راننده نسبت به وی بدرفتاری کرد ولی راننده به خدا قسم میخورد که چنین کاری را نکرده است و این همه در حقیقت تهمت است. روسکای اوپشن ازوف از آن اظهار خشم کرده است که مقامات حفظ حقوق در این ماجرا طرف راننده تاکسی را گرفته و را بعد پرسجو جواب دادند و اینک با گذشت بیش از 3 ماه مقامات شعبه رقم 1 پلیس سرسختانه در مورد این پرونده به دهان آب گرفتند و تاکسیست گمانبر شده همچنان کار کرده ایستاده است. ولی الکی یک روز بعد این همه غوغا به ناموس دختر روس رسیدن تاکسیست مهاجر نشریه چاپ نیژنی ورتوفسک با تکیه به منبعش در مقامات حفظ حقوق خبر داد که حقیقت حادثه نظر به تصویر روسکای اوپشن کاملا فرق میکند. این کار تابستان رخ داده است. دختر از راننده تاکسی سن حقیقی خود را پنهان داشته دروغ گفته است که پدرش مرده است و احوالش خیلی بد است. او این دروغ را برای این گفته است که پول را ندهد. نقل کرده است منبع این نشریه. این منبع افزوده است که راننده تاجیک دختر را پدرانه به آغوش گرفته است تا که آرامش کند. یگان قصد و نیت بد نداشته است. همصحبت این نشریه همچنین نقل کرده است که دختر و پدر و مادر او درباره این حادثه در یگان جا حرف هم نمیزدند ولی اخیراً یک شناس دختر به گروه ملتگرایان روسکای اوپشن پیوسته به آنها خبر داده است که گویا یک مهاجر به دختر روس چنین رفتار کرده است. با همین این پرونده نوبتی پرواهمه به ناموس دختر روس دست درازی کردن مهاجر به قول تاجیک ها تیت و پیت شد و راننده تاجیک بیگناه برآمد. وقتی که این تاکسیست تاجیک را به بداخلاقی گناهکار کردند باستریکین خود همان روز تفتیش پرونده را زیر نظارت خود گرفت ولی از نشریه خبر بیگناهی تاکسی تاجیک اینک یک هفته میگذرد ولی این منصبدار مهاجر بدبین روس تا کنون به آن واکنشی نکرده است. معلوم نیست که آیا او این پرونده را همچون زیر کنترل نگاه داشته است و یا نه. به هر صورت حداقل در پیش وجدان خودش کم کم شرم میکند.